تا حالا به این فکر کردی اگه یه فریاد توی فضا بزنی حتی خودت هم صدات رو نمیشنوی؟ یا اینکه یه قاشق چایخوری از یه ستاره نوترونی از کل کوه دماوند سنگین تره؟ جهان هستی پر از راز و رمزه و ما فقط نوک کوه یخ رو میبینیم. توی این ویدیو قراره با هم 10 تا از عجیب ترین، واقعی ترین و شگفت‌انگیز ترین حقایق فضا رو کشف کنیم. مورد آخر عجیب شگفت زدت میکنه. حقیقت شماره 10: در فضا هیچ صدایی شنیده نمیشه. فضا یک خلأ تقریباً کامله، یعنی هوایی برای انتقال امواج صوتی وجود نداره. حتی اگه 2 فضانورد فریاد بزنن بدون تجهیزات رادیویی هیچ صدایی نمیشنوند. مقایسه کن با زمین. اینجا صدا با مولکول‌های هوا حرکت میکنه، تو فضا هیچی نیست. یه داستان واقعی هست که در مأموریت‌های آپولو سکوت محض خارج از کپسول‌ها فضانوردها رو شوکه کرده بود. شاید دیده باشی که ناسا یه سری صدا از زحل یا مشتری پخش کرده، ولی واقعاً صدا نیستن. اونا موج‌های الکترومغناطیسی هستن که ناسا تبدیلشون کرده به صداهایی که گوش ما بتونه بشنوه. مثلا صدای مشتری شبیه یه هیولای غول‌پیکره که توی خواب نفس میکشه. یه صدای عمیق، عجیب و کمی ترسناک. در سال 2006 ناسا صدایی از زحل ضبط کرد که وقتی پخش شد بعضیا گفتن شبیه گریه یه نوزاده. خیلی از مردم گفتن حس وحشت بهشون دست داده. حالا سوال اینجاست که اگه میتونستی صدایی رو در فضا بشنوی دوست داشتی صدای چی باشه؟ حقیقت شماره 9: خورشید سفید است، نه زرد. برخلاف چیزی که با چشم میبینیم، خورشید در واقع نور سفید تولید میکنه. جو زمین باعث میشه که ما اون رو زرد یا نارنجی ببینیم، مثل وقتی که نور سفید از منشور رد میشه و تبدیل به رنگین کمان میشه. ناسا در تصاویر فضایی خورشید رو دقیقاً سفید یا آبی رنگ نشون میده. تو فکر میکنی اگه آسمون جو نداشت شب و روز چه شکلی بودن؟ حقیقت شماره 8: سیاهچاله ها زمان رو آهسته میکنند. تا حالا شده تو یه روز سخت دلت بخواد زمان متوقف بشه؟ حالا تصور کن چنین جایی واقعاً وجود داشته باشه، جایی تو دل کهکشان که زمان اونجا کند میشه، اونقدر کند که برای تو فقط چند لحظه میگذره ولی برای دنیا قرنها میگذره. این فقط یک خیال نیست، این سیاهچاله ها هستن. ایده اولیه از آلبرت انیشتین میاد. تو نظریه نسبت عام میگه هرچی جاذبه قوی تر باشه زمان کندتر میگذره. سیاهچاله ها قوی ترین جاذبه های جهان رو دارن. یعنی چی؟ یعنی اگه کنار سیاهچاله باشی برای تو فقط چند دقیقه بگذره ولی بیرون هزاران سال بگذره. مثل فیلم اینترستلار که دانشمندا برای ساختنش از مشاوره های فیزیکدان های واقعی استفاده کردن. توی این وقتی وقتی شخصیت ها وارد سیاره نزدیک سیاهچاله میشن فقط 7 دقیقه میمونن ولی وقتی برمیگردن 23 سال گذشته. مقایسه ساده: تصور کن تو توی یه آسانسور که خیلی سنگین شده گیر کردی. زمان برای تو کندتره ولی بیرون آسانسور همه چیز عادیه. حقیقت شماره 7: زمین تنها سیاره‌ای نیست که باران داره. تصور کن زیر یه آسمون تاریک وایسادی، یه دفعه بارون شروع میشه، اما نه بارون آب بلکه قطره‌های سوزان آهن مذاب، هر کدومش به بزرگی یک سنگ و دمایی بیشتر از 1000 درجه. کافیه یکیش بخوره بهت تا چیزی جز خاکستر ازت نمونه. و عجیبتر این که این فقط یه فیلم تخیلی نیست، واقعا یه سیاره هست
که همچین بارونی داره. در زحل باران از جنس الماس میباره. در تایتان باران متان هست. تصور کن بارونی از سنگ‌های قیمتی، دلیلش هم فشار زیاد و ترکیب گازی خاص جو زحله. حقیقت شماره 6. ماه همیشه یک رویش را به زمین نشان می‌دهد. ماه همزمان با گردش به دور زمین به دور خودش میچرخه. این همزمانی باعث شده که همیشه فقط یه سمتش رو ببینیم. بهش میگن افل گرانشی. در مأموریت‌های چین برای اولین بار تصاویر پشت ماه ثبت شد. دوست داشتی یه بار اون روی تاریک ماه رو با چشمات ببینی؟ حقیقت شماره 5. خورشیدی که الان میبینی گذشتشه. میدونی وقتی به خورشید نگاه میکنی در واقع داری به گذشته نگاه میکنی؟ نوری که الان به چشممون میرسه حدود 8 دقیقه و 20 ثانیه پیش از سطح خورشید خارج شده. یعنی اگه همین لحظه خورشید ناپدید بشه ما تا 8 دقیقه بعد هیچ چیزی نمیفهمیم. خورشید یه ماشین زمان طبیعی جلوی چشممونه که همیشه گذشته‌شو به ما نشون میده. حقیقت شماره 4. ایستگاه فضایی بین المللی هر 90 دقیقه یک بار دور زمین میچرخه. یعنی ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی در یک روز زمینی 16 بار طلوع و غروب میبینن. تصور کن فقط 45 دقیقه روز طول بکشه. برنامه خوابشون با ساعت زمین هماهنگه، نه نور روز. حالا اگه تو ایستگاه فضایی بودی دوست داشتی کی بخوابی؟ حقیقت شماره 3. سیاره تاریکی مطلق، جایی که حتی نور رو هم میبلعه. تا حالا شده یه اتاق کاملا تاریک رو تصور کنی؟ جایی که حتی اگه چشمتو باز بذاری هیچ فرقی با بسته بودنش نکنه؟ حالا تصور کن یه سیاره هست که نه تنها تاریکه بلکه تاریک ترین چیزیه که بشر تا حالا دیده. سیاره‌ای که تقریباً 99% نور ستاره‌شو جذب میکنه و چیزی از خودش پس نمیده. این سیاره در صورت فلک اژدها قرار داره و حدود 750 سال نوری از ما فاصله داره. اندازش تقریباً به اندازه مشتریه، ولی ویژگی خاصش اینه که از زغال سنگ هم سیاه تره. یعنی اگر یه فضاپیما از کنارش عبور کنه عملاً نمیتونه ببینتش، چون چیزی از خودش بازتاب نمیده. چرا این سیاره اینقدر تاریکه؟ هنوز دقیقاً مشخص نیست، ولی نظریه هایی هست که میگه اتمسفرش پر از مواد شیمیایی که نور رو جذب میکنه. ساختار گازیش باعث میشه نور به جای بازتاب پراکنده بشه و جذب بشه. این سیاره شبیه یه چاله نوریه، جایی که نور وارد میشه ولی بیرون نمیاد. درست مثل اینه که به سیاهی مطلق نگاه کنی، ولی بعضی وقتا دانشمندا تونستن تغییرات اندکی در نور ستاره‌ای که از کنارش رد میشه رو اندازه گیری کنن. همونجا بود که فهمیدن این سیاره وجود داره. نکته عجیبتر اینجاست در نزدیکی ستاره‌اش قرار داره و دمای سطحش به حدود 1000 درجه سانتیگراد میرسه. یعنی انقدر داغه که فلزات هم توش بخار میشن، ولی با این حال باز هم تقریبا هیچ نوری بازتاب نمیده. اینجاست که دانشمندا بهش لقب تاریکی سوزان دادن، ترکیبی از گرما و سیاهی مطلق. تو فکر میکنی چرا همچین سیاره هایی به وجود میان؟ و اصلاً میتونه یه روز زندگی توی اون شرایط ممکن باشه؟ حقیقت شماره 2. ابرنواخترها میتونن کهکشانها رو متحول کنن. زمانی که یک ستاره بزرگ میمیره منفجر میشه و ابرنواختر شکل میگیره.
این انفجار میتونه مواد اولیه تشکیل سیارات جدید رو پخش کنه، مثل یک مرگ باشکوه که بذر حیات آینده رو میپاشه. وقتی سوخت هسته ستاره‌ای تموم بشه، دیگه نیروی برای مقابله با گرانش خود ستاره نمیمونه. پس ستاره روی خودش فرو میریزه و در یک لحظه بوم، ابرنواختر اتفاق میفته. انرژی که آزاد میشه بیشتر از نوریه که تمام ستاره های کهکشان با هم تولید میکنن. یک ابرنواختر ممکنه به اندازه 10 میلیارد خورشید انرژی آزاد کنه. بله، 10 میلیارد. و اما حقیقت شماره 1، زحل سبکتر از آبه. یعنی اگه استخر بزرگی از آب وجود داشت، زحل روی اون شناور میموند. واقعا عجیبه که چنین غول بزرگی بتونه شناور بمونه. این نشون میده زحل عمدتاً از گاز ساخته شده، نه مواد جامد. به نظر شما چرا سیارات گازی اینقدر بزرگن ولی اینقدر سبک؟ اگه این حقایق برات جالب بودن، تازه اول ماجراست. تو قسمت‌های بعدی قراره بریم سراغ موضوعاتی مثل عجیب‌ترین مکان‌های منظومه شمسی یا آیا واقعاً موجودات فضایی وجود دارن؟ پس حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله نوتیف رو بزن که قسمت بعدی رو از دست ندی و تو کامنت ها بنویس کدوم حقیقت برات عجیب‌تر بود.